و قال الذين استضعفوا، میگوید کسانی که ضعیف شمرده شده بودند، تابعدار بودند، للذین استكبروا، برای کسانی که تکبر کرده بودند، سلطجوی بودند، سریازی حکومت کرده بودند، بل مکر اللیل و النهار، بلکه بازیدادی شما ما را منع کرده بود، دعوت شما ما را شب بروز. شب بروز فقط در گوش ما پف میکرده که اوش کنی و آبی نشوی، که اوش کنی دوجه نروی، دوجه نروی. و این قدر تاثیر داره که یک دفعه رفتی باز چی نمیشی. تو همی عقل نداری که اونجا قرآن اعلا کرده، در لاسپیکر گفته میشه، در تاکو نیست، دعوت از در تاکو نیست، پنهان نیست. هر کس آزاد است بیا ببینه صحنه را. چطور ما اونجا نرم؟ کسی که مرا دعوت به قرآن میده من نشم؟ نه و پشت از ما نره، حدیث هم میفهمه، قرآن هم میفهمه، دستی چپا میکنه تانه. معلوم شد خودت میگی، خودت اعتراف داری که نه حدیث هم میفهمی نه قرآن، پشتی تو برم پشت از اون نرم. عجیب گپ است. اینجا باز جواب نداره. استامروننا، در آن وقتی که شما امر میکرده، امرم چی؟ شاهانه امر میکرد. اشاره به است که سردمداری از یا میترسان شه که فکرت باشه که خلاف ورزی مرا نکنه، خلاف ورزی مرا نکنه که میسوزی. یک آقای پیر از ما بود، چپن اینمی طور دراز در جانش بود، در جماعت نمیرفت مسجد، پایچهش کشال بود. من نو کتابی فقه را خوانده بودم، والدی خدا گفتم یا آقا صاحب خوب پایچهش کشال است، این بجلکایش پوشانده، ای خو نماز یزی مکروه میشه. میگه گپ نزن که بزرگای از یا بسیار قدرتمند مردم بودن. گپ نزن در این مورد اگر گفت نه پیری ما خس است، چی میگن؟ برای ما بس است. بد میکنی که خسم باشه و بس باشه، خست در گیران جور کن، داتش بر تو ایره، خب مردم میسوزانه. عجیب چی کلماتی را یا جور کردن مردم در وهم پرتافته، میترسانه که حالی راستی همیطور میشون. شما باور به الله بکنی، اگر از الله ما همی قدر بترسیم، همی قدر عاجزی، همی قدر تواضع که به پیر و به ملا میکنیم، اگر به الله بکنیم الله ما را عزت میده. خب کاش کی آلی را جواب داده میتونه. امی مستکبرین آلی جواب نداره در اینجا. چرا؟ یا خو واقعا تبلیغات کرده بود شب و روز، واقعا یارا شب و روز تبلیغات کرده که وش کنی که در اونجا نروی، اینی طور بوده. از همون خاطر چیستا باز جواب داده نمیتونم. استامروننا، در آن وقتی که شما ما را امر میکرده، ان نکفر بالله، که ما انکار به الله بکنیم، ناسپاسی نعمت الله را بکنیم، شرک بکنیم به الله، کفر بورزیم به الله، و نجعل له اندادا، بگردانیم به امرای الله شریکا را، بگویم فلان ولی عالم الغیب است، فلان ولی فلان مرض جور میکنه، فلان ولی باران میکنه، فلان ولی اینطور. نمیگفتی؟ تو برای ما تبلیغ میکردی. و اسروا الندامت، آلی دیگه جواب وجود نداره. و اسروا از لغت از داد است، پوشاندن هم میگه، ظاهر کردن هم میگه. و اسروا الندامت، اینجا میپوشانه امو ندامت و پشیمانی در دلهای خود، لما رأوا العذاب، هرگاه که عذاب ببینه، نه وام پشیمان است. امی تابعین خود پشیمان است که وای کلی سوغاتای مرا تو خوردی. اونجا دعوا داشتی که ما باز در چی میگه؟ در آخرت میگه در دلی خود تو را شمار میکنم، در لیست نوشته کردن تا در لیست. اولی امروز جواب داده نمیتونی. وام پشیمان است که ما به خاطر مادیات یا موقف شخصی دنیا 4 روزه چرا مردم از قرآن منع میکردیم، چرا مردم از راه حق منع میکردیم. امروز امی مردم بالکل میدانه که راست مردم از قرآن منع کنیم، این برای ما درست است. اونجا باز معلوم میشه. دوم ترجمش، و اسروا الندامت، ظاهر میکنن پشیمانی را، لما رأوا العذاب، هر کدامشان میگه که وای چرا ما تابعدار شما شدیم. و باز بر چی میگه؟ در دیگه آیت میگه و چی میگه؟ ما را خو گمراه شما کرده، اگر شما دستای ما را نمیبوسیدی، سجده برای ما نمیکرده، ما را اینقدر قابل احترام نمیدانستی، ما رای عاجزی را در پیش میگیریم. خب ما را شما در مقامی کجا قرار دادی؟ بلند قرار دادی. از او خاطر خب و جعلنا الاغلال فی عناق الذین، و جعلنا ما گردانیدیم، میگردانیم الاغلال توقها را، چون که در قیامت تعلق داره، فی عناق الذین کفروا، در گردنای کسانی که کافر هستند، نظام الله را قبول نداره. یا است که ما گردانیدیم در دنیا تعلق داره، چه معنا؟ در اونجا خود زنجیرها یا زولانه های عذاب است، آتش است. در دنیا هم این زولانه ها وجود داره، این زولانه های جهل،
این زولانه های خرافات است که در گردنهای مردم انداخته میشه، حق نمیپذیره. هل یجزون الا ما کانوا یعملون، پاداش دادن نمیشه، بدل و عوض دادن نمیشه مگر آن چیزی را که خود عمل انجام میدن. کدام چیزی را که انجام داده الله همونطور عوض برات میده، خب بد. و ما ارسلنا فی قریة من نذیر، عالی چیسته؟ انکار از رسالت انبیاء علیهم السلام. مردم با وصفی که پیغمبر معجزه را پیش میکنه نمیپذیره. و ما ارسلنا فی قریة، روان نکردیم در هیچ قریه، من نذیر، از کسی بیم دهنده، الا قال مترفوها، مگر گفت عیش پرستای از وا، کسی که مست ناز و نعمت بود. مترفین کسی را میگه که خوش عیش است، مست در ناز و نعمت خود است. انا بما ارسلتم به کافرون، ما به تمام او چیزی که شما روان کرده شده شما کافرون، بالکل منکر هستیم. آنقدر عناد و زده که یک برنامه تان هم نمیپذیریم، ولو که سازنده است، ولو که خوب است. نه سر از بیخ ما این کار میکنیم. چرا این کار میکنه؟ قرآن یک واقعات تاریخی را بر ما پیش میکنه و میگه همیشه در مقابل دعوت انبیاء علیهم السلام کدام مردم قیام کرده؟ اول مردمی که مالدار بودن، مردمی که عیش و عشرت میکردن، مردمی که در ناز و نعمت غرق بودن. او مردم چرا قیام میکردن؟ به خاطری که میفهمیدن که دعوت انبیاء علیهم السلام مانع کامجویی ماست. هر چیزی را که ما میخوایم پیغمبران برای ما اجازه نمیده. و شراب میخورن، دزدی میکنه، غصب میکنه، قتل میکنه، زنا میکنه، هر چیز دلشان میخواد. انبیاء علیهم السلام دعوتش مانع کارا میشه. از این خاطر مقابله را میکردن. دوم نکته برای چیستا مقابله کردن، انبیاء علیهم السلام که همیشه دفاع از حقوق مظلومین میکنه. مردمایی که در مرتبه مستوای خیلی پایین قرار داره، سالا حقوقشان تلف شده، انبیاء علیهم السلام از وا دفاع میکنه. و این سردمدارا همیشه حقوق مردم پایمال کرده، از همون خاطر یا مقابله میکنه. دو سوم نکته برای قیام از یا مقابله از در مقابل انبیاء علیهم السلام بود که فکر میکردن امی مال و دارایی ما ای حرکت پیغمبر، دعوت پیغمبر مانع شده میتونه. چرا؟ انبیاء علیهم السلام خود دستش مال و دارایی نمی باشه، او یا میگه که ما خو وسایل و اسباب خیلی زیاد داریم، از همون خاطر یا قیام میکنه. و همیشه طرفدار انبیاء علیهم السلام توده مردم فقیر ضعیف بگوی این مردم بوده. دیگه وجه دیگه هم است که قدرت الله، امی قدرت طلبی مالی یا خوشعیشی، یک پرده بزرگ در سر قلب انسان است که حقایق شناخته نمیتونه. کسی که این پرده ها را نداشته باشه حقیقت آشنا میشه. اونمو مردم است. قرآن از وا بر ما یاد کرد. و قالو گفتن نحن اکثر اموالا و اولادا، ما خود زیاد هستیم از روی مال و ولد اولاد. یعنی اگر نبوت مرتبه باشه به ما داده میشد. پیغمبر کیست؟ یکی. دوم معیار فخر، معیار مرتبه، معیار کلانی را یا چی مقرر میکردن؟ مال و اولاد. و ما نحن بمعذبین، و این دلیل میگرفتن به قرب و نزدیکی الله که اگر الله ما را قط ما دشمنی میداشت بقدر مال بر ما نمیداد، این اولاد بر ما نمیداد. و ما نحن بمعذبین، امیر رقم که به الله پیش هستیم که ما را مال اولاد داده، الله ما را عذاب هم نمیکنه. خب قرآن میگه که نه، تلاش و کوشش اسلام رد نمیکنه برای پیدا کردن دنیا. خو ایره معیار معنویت دانستن، ایره معیار قرب و نزدیکی به الله دانستن. این فکر و تصور غلط و خطاست. قل بگوی پیغمبر علیه السلام این ربی یقینا پروردگار من یبسط الرزق، فراخ میسازه رزق لمن یشاء، به کسی که الله اراده کنه، و یقدر تنگ میسازه. یعنی این رب به دوستی و قرب به الله نداره. بسیار مردمایی هست که بسیار گناهگار است، دور از حق است، لیکن الله مال زیاد داده برای امتحان. بسیار مردمایی هستند که بسیار عابد هستند، بسیار زحمتکش به دین هستند، لیکن الله وارا فقیر کرده برای چی؟ امتحان. ولکن اکثر الناس، لیکن اکثر مردم لا یعلمون، نمیدانه مال و دارایی را رابطه قرب و نزدیکت به الله میدانه، معیار نزدیکت به الله میدانه. اینطور نمیگه که این الله تبارک و تعالی برای امتحان داده. بله. و ما اموالکم ولا اولادکم، نیست مالای شما در صورت موجودیت که شرک و کفر قطع شما باشه، ولا اولادکم، نه اولادای شما، بلتی چیزی که تقربکم نزدیک بسازه شما را، عندنا در پیش ما، زلفا به نزدیک کردن. مال و اولاد این ذریعه نزدیکت نیست، این معیار برای قرب و منزلت در پیش الله نیست. الا من آمن و عمل صالحا، بله،
معیار برای قرب و نزدیکت و آن چیزی که انسان سرش افتخار بکنه دو چیز است. یکی ایمان، عقیده صحیح، و دیگه عمل درست. اگر این دو چیز نبود، ولو که هر چیز داشته باشی، پاچایی، بیلدینگ، اولاد، کشوفش، به نزد الله تبارک و تعالی قابل قبول نیست. این کلش برای امتحان داده شده و الله پس میگیره. خب مال و اولادم هیچ به درد نمیخوره. بله اگر دو رنگ ایمان و عمل صالح موجود بود، و هم باز به درد میخوره. اگر مالتم در راه الله، یعنی به عقیده صحیح در جای درست مصرف کردی و اولادت به می حلیه ایمان و عمل صالح آراسته کردی، باز دیگه بهترین اولاد است، بهترین مال است. بهترین مال کدام مال است؟ اما مالی که امروز در ترجمه قرآن تو پول دادی، یکی از خواهرها آمد در موتر و اینجا الله او را مبارز تربیه کرد. بعد از این سلسله دعوت دین شروع کرد. آل شاگردش شروع میکنه، بعد از این شاگردش تا روز قیامت اینمی سلسله ادامه داره. یک وقت که تو در قبرم باشی، اعمال نیکت از پشت سر رسیده رایسته و تو فکر میکنی از کجا شد، الله برات میگه که در اونجا تو یک نفره ذریعه تربیش تو شده بودی، توسط پولی تو در مرکز قرآن آمده بود و بعد از اون سلسله دعوت از او شروع شده تا روز قیامت ختم نشده. اگر یک فرد پاکستان برای من نان داده، امروز در ترجمه ما شریک است. هر قدر خدمت دینه که ما بکنم، کلی از وقت ما در این ثوابا شریک است. اگر ما بخوام اگر نخوام، الله براشان اجر میده. اینی طور مال نفع داره. این طور مال نه که به نام محبت پیغمبر در میلاد مصرف میکنی، به نام میمانی فلانی، به نام نظر دیگشه، به نام نظر فلان بدعتها را ایجاد میکنی که موجب عذابت است. مالت در این طور موقع چی بکن؟ مصرف بکن. این قرآن کریم از دوران، یعنی تقریبا 20 سالی از ما در اینجا میشه در پاکستان بعد از فراغتم، و تقریبا 4-5 سال خود پاکستانم در اینمی قرآن کریم ترجمه گفتم اونجا است. 25 سال است و یک سالم ترجمه قرآنم خطا نیست. 25 سال قرآن کریم کسی که برای ما خریده قطعا شریک است. امی رقم که ما دعوت میدم و هم قطعا شریک است. چطور یک 16 پولی ما بیجا بره؟ چرا در این طور جای مصرف نکنیم که او قطعا گم نشوه، او قطعا ختم نشوه؟ چرا نمیدیم؟ نه، اینمی مال است. مال اینمی به درد میخوره. مالا را خو مصرف میکنیم، ختما میکنیم، کارتا را روان میکنیم، فلانی خان تو یک دفعه از عالم پرسان که قسم برش بده، بگو امی عمل پیغمبر کرده، امی عمل صحابه کرده، امی عمل تابعین کرده، امی عمل تبع تابعین کرده، امی عمل با کدام مذهبی که تو پابند و عقیده داری امی عمل کرده؟ نشان بدینی. بدعت چی نمیگه؟ خو این کار نمیکنی، اینی کار نمیکنی، خودت آرام میگیری، پیسی تا در کجا مصرف کو؟ اینی مال است. اولاد کدام اولاد است؟ ولا اولادکم، نیست اولاد شما بالتی به مرتبه تقربکم که شما را نزدیک بسازه، عندنا به نزد ما زلفا، به نزدیک کردن. بله اولادی که نمیتونه عقیده قرآن گرفت، الله اکبر، خوشا به حالی و پدر و مادر که خود هیچ چیز نداره اما اولادش مکمل دعوتگرا میخیزه. اگر دختر است اگر بچه است، روز یک فرد مسلمان یک کلمه طیبه یاد بده معنا و مقصدشه. شما خبر داری پیغمبر علیه السلام به علی رضی الله عنه توصیه میکنه، ای علی اگر یک نفر توسط تو هدایت پیدا بکنه، این بهتر است از حمر نعم کده، یعنی از شتران سرخ کده بری تو بهتر است. خوشا به حالی و پدر و مادر که همچو اولاد داره، که اولادشان دعوتگر میبرد، دوستدار قرآن و حدیث میبره، خدمتگار قرآن و حدیث میبره. اینی تو اولاد. آیا اولاد وقتی خدمتگار میشه که تو اهتمام بکنی برای تربیش، در مدرسه روان کنی، او را تشویق کنی، او را ترغیب کنی، کوشش بکنی در حالت خوردیش که او نمیفهمه هدف تو را سوق بدی به این گپ، و بعد از او که الله او را هوشیار کرد خودش باز زحمت میکشه، محنت میکنه. اینی تو اولاد به درد میخوره. این اولاد واقعا انسان به الله تبارک و تعالی چی میکنه؟ نزدیک میکنه. لیکن او اولادی که در شرک و گناه غرق است، او مالی که نعوذ بالله در راههای غلط مصرف میشه، او بال جان است، خساره است، تاوان است، او دشمنی است. فاولئک لهم جزاء الضعف الا من آمن، مگر کسی که ایمان داره، ایمان قرآنی، و عمل صالحا، عمل صالح انجام میده، فاولئک اینمی مردم لهم برایشان جزاء الضعف، بدلی دوچند است، چند است، یعنی بدلی زیاد شدن است، بما به سبب آن چیزی که عمل و عمل انجام داده. محضی به گفتاران نمیشه که قلب پاکو در عمل باید پیاده کنی که واقعا
ایمان یعنی قدر اثرات داره. و هم فی الغرفات آمنون، اینمی جنتی ها، اینمی مردمایی که عملا کرده یا در بالاخانه ها آمنون، به امن هستند. در جنت الله نصیب ما کنه. والذین یسعون فی آیاتنا، کسانی که تلاش دارن فی آیاتنا به منع کردن اشاعت توحید، که عقیده توحید الله پخش نشوه. معاجزین، کسانی که کوشش میکنه باطل کردن آیات ما. معاجزین، عاجز کننده الله را، نعوذ بالله گمان داره که ما از الله خود خلاص میتونیم. الله میگه اولئک فی العذاب، مردما در عذاب محضرون، حاضر کرده شده است. کجا؟ از الله خلاص خود کرده نمیتونه. تلاششان برای ابطال آیات است، دلایل توحید از بین میبره، شک و شبهه میپرته. امروز ببینید چقدر مسلمان است که مرکزهای توحید بند میکنه یا نمیکنه، قطعش تبلیغات میکنه، شبهه میپرته در مردم. قل بگوی پیغمبر علیه السلام این ربی، یقینا پروردگار ما، یبسط الرزق، فراخ میسازه روزی را، لمن یشاء، به کسی که الله اراده کنه، من عبادی، از بنده های خود، و یقدر له، الله است که تنگ میسازه. البته تقسیم الله تبارک و تعالی با حکمت و مصلحت است. الله میداده که کی مستحقی است، کی مستحقی است، امتحان فلانی در کدام صورت و امتحان فلانی در کدام صورت شود. و ما انفقتم من شیء، هر چیزی را که شما خرج میکنه، از هر چیز. قرآن چقدر عام میگه، صدقه عامه. صدقه را میفهمید؟ با چهره بشاش با برادر مسلمانتان رو به رو شدن چی است؟ پیغمبر علیه السلام حدیثش است. یک دانه سنگ و خار از راه دور کردن چی است؟ کلمه طیبه سبحان الله چی است؟ صدقه. ای که تو مصرف میکنی خود صدقه است. تعلیم، مسئله دین به کسی تعلیم دادن، این خود صدقه بزرگ است. الله برات میگه ای بنده، هر چیزی را که شما خرج میکنه، اگر علم است، اگر قدرت است، اگر توانایی است، اگر او مقام اجتماعی است، اگر مالت است، من شیء، از شیء، فهو یخلفه، الله تبارک و تعالی عوضش میده. هر چیزی که مصرف میکنی الله عوض میده. ملک مقرر کرده، دعا کرده رایسته که الله منفقه چی بده؟ بگه خلف شبده، جانشین شبده. خب چه رقم؟ چیزی که مصرف میشه الله تبارک و تعالی او را زیاد پیدا میکنه، چیزی که نمیشه نه. چوچه های دور از قرآن و مسجد سگ خیلی زیاد چوچه میکنه یا گوسفند و بز؟ لیکن در کدام قصابی خود سگ نمیبینی، لیکن کجا میشن دی سگا که هر کدام اش دونو را چوچه میکنه؟ آخر بعد یا تعدادشان از مال کده بسیار زیاد میبود، لیکن بز و گوسفند روزانه به صدها و هزارها بگه در چنگک قصابا و ویزان است. الله تبارک و تعالی چطور زیاد میکنه؟ ما اگر روزانه همینطور بگیم اللهم اعط منفقا خلفا، الله کسی که مصرف میکنه جانشین برش بده، فرشته برات دعا میکنه. چرا مصرف نکنیم؟ چرا؟ یکی از جمله اموری که انسان منفق همیشگی میسازه و نموسته که دمای خودش تعیین میکنه. ما الحمدلله مدرسه متوسط بعضی دوستای مخلص چی میکنه؟ ماگکی سری خود قبولانده، 100 روپیه، 200 روپیه، 1000 روپیه، 500 روپیه، 50 روپیه. این در یک ماه امور تجویز کرده و امور خود میپردازه. این منفق همیشه است، هر روز انفاق میکنه. چرا؟ در بدل هر روز امور تجویز کرده و او را داده رایسته. اینی را منفق میگه. و الله تبارک نمیفهمی هم در یک سال وقتی معاش تو از بانک میگیری، معاشی تا در یک دفتر میگیری، در 3000 روپیه فقط 300 روپیه بکش. 300 روپیه به خاطر رضای الله تبارک و تعالی، ولی در جای واقعی، در جایی که واقعا خدمت دین میشه، از او استفاده میشه، در اونجا مصرف کن. منفق همیشه گیستی. و هو خیر الرازقین، الله تبارک و تعالی بهترین روزی دهنده است. خیرت چطور است الله خیرت؟ چرا که الله روزی میده بلا عوض، از کسی عوض طلب نداره، بلا اسباب رزق پیدا میکنه. بخلاف دیگه کسایی که تو را خوراک میده، حتما برای کدام مقصد، برای کدام دفعه اگر بده، دیگه دفعه نمیده. از همون خاطر اینجا رازقین به معنای یعنی در صفت مخلوق هم بعضی مردم چیزی را میده، لیکن و بی عوض نمیده، همیشه نمیده، بدون اسباب داده نمیتونه. و یوم یحشرهم جمیعا، در روزی که جمع میکنه الله کلگی را، ثم یقول للملائکه، بعد از الله میگوید برای ملائک، این سوال توبیخی میگه که خب امو کس ملامت شوه. یک نفر طلب کرده ای، روان کرده ای پشت کسی که برو برش بگو که بیا، او رفته خبرم داده لیکن باز تو نامدی. آلی اردو قاصد و امو نفری پیغام
چی طلب شده اردو حاضر شد. آلی همون پیغام رسانه میگی که تو گپ برش گفته یا نه، در حالی که خوب میفهمی که او خو گفته، لیکن به خاطر ازی که او خوب خجالت شود که سعی کو پیغامم برات رسانده او تو قبول نکردی. الله خو علم داره، خو سوال از ملائک به خاطر میکنه که همین کسایی که شرک ورزیدن نعوذ بالله خواب دیگر شرمنده شود. ثم یقول للملائکه، بعد از میگه برای ملائک اها اولای این نمی مردم ها ایاکم شما را کانو بودن یعبدون پرستش میکردن، حاجت روا و مشکل کشا میدانستند. مشرکین مکه بتا را به شکل کی جور کرده بود؟ به زعم خودشان به شکل ملائک. ملائک گفته بودند که وا بندگان مقرب الله است و این بتا که به شکل ملائک است به زعم خودشان. ملائک خو مذکر مؤنث نداره و بتای خود به شکل زنا جور کرده بودند. مثل که آلی هم زیارت ها را کلش کدام جای رختی مردانه را دیش میبینی کلش رختای زنانه را سر شوار میکنه یا مینه قبرها را به مثل ازواج جور میکنه. این خو نیسته که رد میکنیم سر مشرکین مکه. امروز ببین سری خاک رختای قیمت بها اورام زنانه وار کرده جلو بل. چی است؟ این بزرگ ولی صاحب است. ولی را اگر در زندگیش همینطور کرته را در جانش میدادی که چند چوبه در فرقی سرت میزد، همونطور است یا نه؟ عجیب گپاست. الله رحم بکنه. کدام طرف روان هستیم؟ چی میکنیم؟ الله به ملائک میگه امیا بودن که شما را پرستش میکرد. قالو میگه ملائک که با این مقام و منزلت والای خود هستند سبحانک پاکیست برای توی الله از هر نوع شرک. هیچ کس حق نداره که قطع تو شریک شوه مستحق عبادت شوه. انت ولی و ناماخ مخلوقی توستیم، تو ولی واقداری ماستی، ولی ماستی کارساز و واقداری ماستی من دونهم بغیر از یا واقداری ما نیست یا دوستای ما نیست. بل کانوا یعبدون الجن، بلکه یا عبادت جن میکرد. جنیات نه جن اینجا هر سرکشو چی را میگه؟ شیطانی خبیث میگه. یا عبادت میکن چیزایی را که وا خبیث بودن. چرا؟ گاهی جنی خودم معرفی میکرد که من ملک هستم، شکلی خدا جور میکرد. کسی که یک روز در تهجد خواندن خیسته بود باز جنی داخل میشید برش میگفت من ملک هستم برات پیام آوردم، 3 امر برات آوردم، یک امرینی دو امرینی. حالی همینطور دعاگرا هست یا نه؟ همینطور هستن میگه ملک برام بیا. خب که ملک برات بیا خیلی پیغمبر شدی؟ نعوذ بالله. با کسی که ملک بیا او چیست؟ پیغمبر است، دعوی پیغمبری میکنه. یکی در صفحه تلویزیون او سالمی اعلان کرد یا نه؟ گفت 3 آواز برام شده، یکیش در مردم گفتم، دوم پیش خودم است.